بله سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. لطفا خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ امین هستم از ایران. آقای انصاری سلامت باشید بیننده گرامی، بفرمایید. اولا من کامل گرفته بودم با برنامه‌تون. بفرمایید برادر عزیز، در خدمت شما هستیم. آقای انصاری از کجا شروع کنم؟ من قبلا خلاصه از سرگذشتم برای شما بیان کرده بودم. بله بفرمایید، از هر جایی که دوست دارید شروع کنید برادر عزیز. جانم؟ از هر جایی که دوست دارید شروع کنید، بفرمایید. ممنون، تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. کنتم خیر امة اخرجت للناس. آقای انصاری، کاش این دوستان عزیز که زنگ میزنن و ما رو زیر باری انتظار خوش و صدا میگیرن، کاش قلبهای ما رو میشکافتن و میدیدم که در قلب ما جز خیر و خوبی و درد نجات بشریت از آتش جهنم چیزی دیگه نیست. بله ما بهترین امت هستیم به خاطر این که برای نجات همه بشریت از آتش جهنم اومدیم. بله همان گونه که پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم آمده بود تا همه بشریت را به سوی توحید، یکتاپرستی و بهشت جاویدان دعوت بدهد. بله ما هم از این گرفتیم. همان گونه که پیامبر فریاد می‌زدند و دعوت می‌دادند و می‌فرمودند که ای انسان‌ها، یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا، درست. تا رستگار شوید. ما هم میگوییم ای مردم عزیز ایران و ای کسانی که دچار شرک و بدعت و قبر پرستی شده اید، فقط ایاک نعبد و ایاک نستعین. درست. چرا در حالی که در هر رکعت نماز این آیات را میخوانید باز هم مرتکب شرک و قبر پرستی میشوید؟ درست. امکان ندارد کسی مسلمان واقعی باشد و سوره حمد را در هر رکعت نماز بخواند مرتکب این اعمال خلاف قرآن شود. درست. پیامبر ما وقتی از معراج برگشتن با درد بیشتری و غم بیشتری شروع به دعوت کردند، چون وضعیت بهشتیان و جهنمیان را با چشم سر در معراج دیدند که چگونه در آتش جهنم انسانها میسوختند. ما هم درد نجات بشریت را داریم. به خدا قسم همه کسانی که صدای من رو میشنوند، دارم قرآن جلو روی من هست، به خدا قسم با هیچ کی دشمنی نداریم. دستم رو قرآن هست و دارم قسم میخورم که ما با هیچ کی دشمنی نداریم. کاش میدانستید که چقدر برای من سخته که دوستان شیعه من که میتونم اسم ببرم، مهندس سعید بیات، عبدالوهاب، داها، محسن، که به خاطر این که دین نام محمدی صلی الله علیه وسلم به آنها نرسیده دستشتی و بیدین شده‌اند. اگر دین نام محمدی صلی الله علیه وسلم دین ها میرسید آقای انصاری عزیز، من مطمئن بودم اینا هرگز امروز مرتد نبودن. امروز من هر کاری میکنم، هر چقدر دعوت میدم، اینا از اسلام گریزان شدن. درست. به خاطر دین همین آقایون، همین روحانیون، همین آخونده رافیزی هست که اینا امروز جوانان ایران ما این گونه دین ستیز و دین گریز شدن. چرا نمی‌پذیرند شیعیان عزیز ما که شیعه بر ضد اسلام ساخته شده است، دینی که برای الله خالق ما بندگانی را همتراز قرار داده است تا ما را به شرک آلوده کند؟ آیا این قرار دادن شرک در برابر توحید نیست؟ دینی که در کتاب‌های اربعه خود قائل به تعریف قرآن است تا انسان‌ها را با عقیده به تعریف قرآن به جهنم سوق بدهد و از اسلام دور کند و ادعای قرآن و درباره این ادعا که فأتوا بصورة من مثله رد کند؟ دینی که امثالان پیامبر ما را فاحشه و بدکار معرفی می‌کند، آیا این دین در برابر اسلام ساخته نشده تا اسلام را از بین ببرد؟ دینی که اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم پیامبر ما را منافق و مرتد معرفی می‌کند، دینی که حضرت علی نماد غیرت و شجاعت را بزدل و بی غیرت معرفی می‌کند که در برابر تجاوز به ناموسش هیچ واکنشی نشان نداد و امام حسن و حسین را قصد و ذلیل می‌پندارند که در برابر تجاوز به مادرشان ساکت نشستند و هیچ نگفتند.
ما هرگز همچین دینی رو نمیتونیم بپذیریم و هرگز با علما و روحانیون همچین دینی قرار نیست سازش بکنیم. دینی که در برابر مکه قبله ما، خانه خدا کربلا را قرار داده تا مسیر ما را از مسیر انبیا و مسلمانان و توحید و بهشت جاویدان دور کند. انبیا از هر کجای جهان به مکه می آمدن و طواف می کردن، اما این دین شیعه ما را به سمت کربلا می برد. چرا نمی خواهید باور کنید که این راهی که می روید به ترکستان است؟ به خدا ما نه با حکومت ایران مشکلی داریم، نه با شخص مشکلی داریم، نه با کسی دشمنی داریم. به خدا فقط هدف ما این است که همه مردم توحید رو بپذیرند و در مسیر توحید قرار بگیرند تا از آتش جهنم نجات پیدا بکنند. کاملا. دینی که در کتاب اربعش که 44,000 حدیث آمده حتی یک حدیث صحیح ندارد، دینی که امام موضوعی را وارد عقیده مردم کرده است از این طریق دسترنج مردم بیخبر ایران را به نام خمس بگید بزنند و سرگرم عیش و نوش و از لذت بردن از نوامیس مسلمین به نام سیغه باشند. دینی که خداوند در قرآن می‌فرماید مالک یوم الدین، پادشاه و قاضی روز جزا من هستم، اما آنها میگویند نه خیر، دست حساب و کتاب دست علی و فاطمه است. دینی که خداوند میگوید ایاک نعبد و ایاک نستعین، اما آنها میگویند نه خیر، امامان را هم باید در عبادت و استعانت و کمک خواستن شریک کرد. خداوند میفرماید الیس الله بکاف عبده، اما آنها میگویند پس امامان ما چیکارند؟ خداوندی که میفرماید و نحن اقرب الیه من حبل الورید، من از رگ گردن به شما نزدیکترم، اما آنها میگویند نه خیر، علی و فاطمه، حسن و حسین امام رضا را واسطه قرار دهید. دینی که خداوند میفرماید و من اضل ممن یدعو من دون الله من لا یستجیب له الی یوم القیامه و هم عن دعائهم غافلون، اما آنها میگویند نه خیر، امامان را صدا بزنید، از آنها بخواهید چون آنها استجابت میکنند. درد من نجات شماست ملت عزیز شیعه. اگر میبینید این روحانیون و آخوندها به شما چسبیدن به خاطر پول شماست، نه از روی دلسوزی. کاملا. تشکر میکنم آقا امیر عزیز. بیایید با هم این زنجیر بردگی و اسارت شرک را پاره کنیم. بیایید با هم فریاد آزادی و ندای توحید را در سراسر ایران انداز کنیم. لا اله الا الله محمد رسول الله. جزاکم الله خیر. تشکر میکنم آقا امیر عزیز. الله سبحانه و تعالی سعادت دنیا و آخرت رو نصیب شما بکنه. بارک الله فیکم. تشکر میکنم از صحبت های برادر عزیزمون. واقعا درد دین هست اینکه شما سنی بشید، موحد بشید، یکتاپرست بشید. تنها سودی که به ما میرسه اینه که الله سبحانه و تعالی در میزان حسنات ما هدایت شما رو می نویسه. همین شریفی که زنگ زده بود اول برنامه، حالا کلیپشو دارم، هفته گذشته روز جمعه در شبکه زلالت ادعا کردن که دروغه، اینایی که میان میگن که هدایت شدن و موحد شدن اینا دروغه. نه بابا، این از این خبران نیست، کسی هدایت نشده. اینا میترسن. از چی میترسن؟ از جاهشون، از مناصبشون، از اون پولهایی که به نام خمس از شماها میگیرن، از اون زنهای زیبارویی که به نام صیغه به تاراج میبرن عفت اونها رو. از اینا میترسن که از دستشون نره. برای آخرت شما، برای قبر شما، برای جهنم یا بهشت شما کاری نمی کنن. اونا در فکر این هستن که 4 روزی که در دنیا هستن چطور